سلام، وقتتون بخیر. یه فرصت خیلی استثنایی برای اونایی که خیلی دنبال فرصت هم. وقتی میگن بخش تعاون یعنی بخش فرصت ها، بخش اشتغال و بخش کارآفرینی. اینجا هم تالار حافظیه به سمت شارگیزه. همونطور که مشخصه در تالار حافظیه بانوان بسیار خوش درخشیدن و بسیار فعالن و غرفه‌های مختلفی اهم از غرفه‌های هنری، صنایع دستی، سوغات و کلی محصولات دیگر رو اینجا برای عرضه و فروش در اختیار گذاشتن و شما عزیزان میتونید بیاید و استفاده کنید و لذت ببرید. یکی از وظایف اصلی بخش تعاون حمایت از مشاغل خانگی و صنایع خرد. پس با حضور گرم و صمیمیتون حمایت کنید از این مشاغل خانگی. اما اگر قرار شد از این فرصت استثنایی استفاده کنید، آدرس رو یادداشت کنید و فراموش نکنید. جاده شاندیز، مدرس 25، بعد از پمپ بنزین، تالار حافظیه. همراه ما باشید. پس فراموش نکنید از 8 شهریور تا 14 شهریور از 10 صبح تا 8 شب اینجا میزبان شما.